عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکاران محترمتون و همه هوادارهای خوب تیم داماش در خدمت شما هستیم. قربان شما. اول از هر چیزی میخواستم بدونم که نظر شما به عنوان مربی تیم در خصوص تمریناتی که تو این چند هفته تیم داشته چیه؟ خب خودتون که میدونید ما یه مقدار دیر شروع کردیم، یه مقدار که نه، خب زمان زیادی رو از دست دادیم. به هر حال خودتون میدونید زمان یه دیار خیلی بزرگ واسه یه تیم میتونه باشه. متاسفانه ما اون زمان مناسب رو از دست دادیم، ولی خب نسبت به زمانی که در اختیار داشتیم سعی کردیم با داشته‌هایی که وجود داره تو بازار نقل و انتقالات سعی کردیم یه تیم قابل احترام در شأن و شخصیت تیم داماش و هواداراش و مردم خوب رشت و گیلان جمع کنیم. خودتون میدونید به هر حال تیمایی که مدعیان اول بازار نقل و انتقالات سعی میکنن بازیکنایی که به هر حال با کیفیت ترین رو جمع کنن، ولی خدا رو شکر ما تو این زمان کمی که داشتیم تونستیم بچهای خیلی خوبی رو به عضویت تیم دراریم، تمرینات خیلی خوبی رو انجام دادیم. نسبت به زمانی که داشتیم به نظر عملکرد خیلی خوبی داشتن بچه‌هامون. خود باشگاه خیلی زحمت کشید و ایشالله تمام توانمون رو جمع کردیم که فردا ایشالله بتونیم یه تیم یه دل رو وارد زمین کنیم و ایشالله نتیجه رو به دست بیاریم که در خور نام و آوازه تیم داماش باشه. ممنونم ازت. در مورد فردا گفتی، حالا هفته اول فصل هم هستیم، آیا به هر حال شناختی از بازیکن‌ها، کادر و شرایط کلی تیم مس آیا وجود داره یا نه؟ بله، ما تیم مس رو تا اونجایی که میتونستیم به هر حال میدونین اولین بازی از نظر تیمی بازی‌های دوستانه‌شون رو رصد کردیم، ولی خب بازی رسمی شرایطش فرق میکنه. تا اونجایی که میتونستیم بازیکنانشون، کادرشون و تفکراتی که داشتن رو آنالیز کردیم. ان میگم بیشتر بستگی به خودمون داره، سعی می‌کنیم خودمون بهترین فرم فردا داشته باشیم تا بتونیم ان نتیجه خوبی به دست بیاریم. و در پایان اینکه بعد از مدت‌ها برگشتیم عزادی، نظر خودتون، بازیکن‌ها، عوامل تیم در مورد بازگشت به عزادی چیه و اینکه بالاخره بعد از 7 سال اینجا قراره در مقابل هواداران رشتی توی عزادی بازی کنید؟ به نظرم بهترین اتفاقی که در حال حاضر میتونست رخ بده اون دوباره برگشتن به عزادی بوده. به هر حال اینجا به نظر من خونه تیم داماش، خاطرات خیلی خوبی رو ما هم اینجا رقم زدیم، هم دیدیم. فکر کنم خیلی هم منتظرن تا فردا بیان اینجا حال هواشون تازه شه. خلاصه به هر حال خاطرات خیلی خوبی رو تو این ورزشگاه داشتن، هم هوادار هم خود ما که بی‌صبرانه منتظریم ان شاءالله فردا بشه و سوت بازی بخوره. ان شاءالله که فردا بتونیم یه خاطره خیلی خوبی رو برای هوادارمون رقم بزنیم. ممنونم ازت، ممنونم که این وقت رو به ما و رسانه وارش اسپورت دادید. قربون برم، خسته نباشید. ممنونم ازت.